اگه میخوای خیلی سریع رنگ اپ کنی رنگ مفید به سریع‌ترین روش ممکن میشه لژندری تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، چطورید؟ اسپالیت هستم. خوش اومدید به این ویدیو دیگه از کانالم. امروز قراره که من دیگه 10 تا از بهترین اتچمنت هایی که از نظر خودم میتونید خیلی راحت باشون پلی بدید و براتون که واقعا این اتچمنت ها تست شده است. خیلی راحت میتونید پلی بدید. حالا این اولین کارمونه، اولین کارمون پیارش هستش. کارمون یه جوری بافه که هر سیزنی با این اتچمنت اگه بخوام باش پلی بدید راحت میتونید یه نوکو بگیرید. حالا چرا میگم راحت میتونید یه نوکو بگیرید؟ اول بریم با هم دیگه این اتچمنتش رو ببینیم. این از اتچمنتش نوکو وقتی که میگم میگیرید، چون که این گان 3 تا تیر لازمه تا انمی رو دان کنه و به همین شما خیلی راحت میتونید نوک بگیرید و انمی رو دان کنید، چه شاتگان پلیر چه اساس رایفل پلیر. گان بعدی SMG هستش. این SMG حدود 40 خورده ای تا تیر میخوره و اسمش کیوکیو 9 هستش. هیپفایرش هم میگید بچه خیلی تر و تمیز میتونید باش انمی رو بزنید. چه بخواد شاتگان پلیر باشه گرفتون یا همون SMG پلیر مثل پیارش میمونه. خیلی راحت میتونید کنید. فایرایت خیلی خوبی داره. پاشنم که بچه ها کنترلگانش هم اوکی کنم. لگتش هم بچه ها بکنید خیلی کم هستش و خیلی راحت میتونید انمی رو باش بزنید و یه 5 تا تیر فقط لازم داره تا انمی رو دان کنه نسبت به اون 40 تا تشابی که داره. خیلی راحت میتونید باش انمی رو بزنید و اگه میخواید هارد پوینت بدید این یکی از کارهای پیشنهادی من هستش که میتونید تو لودات اولتون برای اونایی که هارد پوینت بگیرن و فرانت لاین و اینا وقتی پلی میرن اینو به نظر من بچینید. چرا؟ چون این کاری که بهتون گفتم خیلی راحت تیرای بالایی داره. وقتی که میخواید فایت های سنگین بدید این گان خیلی جواب هستش. بریم سراغ اتچمنتش. این از اتچمنتش QQ9. حالا من رو معمولیش هم دارم تست میکنم. اما بعدی USS9 تو همیشه متا بوده و با این اتچمنت هم شما میتونید با 2 تا تیر انمی رو بندازید. حالا اگه بخواید تایتمای بزنید 3 تا تیر، اگه بخواید با هد بزنید تقریبا میشه گفت یه دونه تیر بخوره انمی دام میشه. خیلی راحته، لگدش بسیار کمه. حالا اگه متی و بعد هم اگه بخوام بهتون یه چیزی رو بگم اینه که USS9 چه متیکش رو داشته باشید یا چه معمولیش، همین با پابلیک خودش اگه پلی بدید و بهش عادت کنید خیلی راحت میتونید انمی رو دان کنید و همونطور که ببینید خیلی راحت میشه با این گون بازی کرد. گونی که لگد خیلی کمی داره و SMG خیلی خوبی هستش و رنجش هم بالا. این از اتچمنتش. گون بعدی که FSS که تازه هم اضافه شده. این بهترین اتچمنت پیشنهادی هستش که اینم خشونت بالایی داره و میتونید باش توی فایت های خیلی نزدیک یا فایت های دور ازش استفاده کنید. خیلی راحت میشه با این گان بازی کرد چون خشونت زیادی داره و حتی دمیج خیلی زیادی هم به انمی میده و کاری کردم که این گان با این اتچمنت ریکوئل خیلی کمی داشته باشه. ریکوئل یعنی چی؟ یعنی اون لگدگان خیلی کم باشه و این گان به نظرم توی هارد پوینت میتونه رتبه دوم بهترین گان ها باشه. حالا چه توی فرانت لاین و تیم تست مچ هم اگه میخواین امتحانش کنید خیلی خوبه. میتونید خیلی راحت فایت نزدیک کلوز، حالا انمی شاتگان پلیر بود جلوتون میتونید راحت دانش کنید و به نظر من رقیبی نداره. بریم سراغ اتچمنتش. اتچمنت FSS ببینیم با هم دیگه. یه اتچمنت خیلی خوب، خیلی ساده و عالی. اتچمنت بعدی هم اتچمنت کیلو 141 هستش که داریم با هم دیگه میبینیم خیلی راحت. این حالا میریم سراغ رن 7 و PP 19 و حالا میریم سراغ اسنایپا به نظر من تندرا و لوکاس خیلی خوبه. این سویچ بلید هم داشته باشید
یک SMG که مثل USS کار میکنه. اتچمنت لوکاس خیلی باف شده این سیزن و همینطور توندرا، ولی دیل مثل سیزن قبل نرف نشده و باف هم نشده، یه حالت معمولیه. به نظرم بچه ها این قسمت ایما رو روی این ایم نقطه‌ای بذارید. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.